چیزی گفتنی که من جوانو یک دقیقه گوش میتونم. من این سایت های بسیار تماشا میکنم. همه جاده میگوید که تاجیک سرسام، تاجیک مهاجر، تاجیک بیپل مونده است، تاجیک فریبگر است. همیان استرای کننده عذاب کشیدگی یک تا خواننده 50 کس خوراک شدگی همشه نشون میدم. بسیاری حافظای هم سرسانی مهاجر به سرود خوندگی دیگه من خوندگی نمیکنم. من این گپ که چی گفتنی؟ این مسکانده هم توی بودیم، یک هفته پیش کیف به هم رفتگی بودیم. دیدم من تاجیک بنمی ایگیتو توی بقوه، ماشینه بقوه، زندگی هاشون زور. همون من کامره چه گفتم، همون کامره گفته پردویتون که مردم تماشا کنند که کانمودومی ملتی تاجیک هم خیلی بقوه گشت است. همه سرسان سرگردان می و خدا داده قهر مکن که بابای خدا داده است. همون کانمودومند سرسان گشته که اینجا بیاد اینجا نیا سرسان همچه کلش کار کنه که همجا نیا کارش روان اینجا نیا کارش روان. من این گفتنی که کاری همه تان با خدا برکشتیه، چون که پدر و مادراتون خوار و اولاد و اجدادان انتظاری همه شما. چقدر که گفتم این سال 30 سالگی وطن ما قید میشه. من همه شما رو با این جشن تبریک میکنم، چون که همه ما تاجیک هستیم. همه ما جایی که نرویم اگر یک روز نه یک روز وطن فسا همونجا میریم، خانه سازیم، کارمدام هم میسازیم، ماشین خریم همونجا، توی کنیم همونجا. الهی وطن ما آباد باشد، تینج باشد، پلوی افتگی ما یکش 10 شود. برای من یک قدح ریستم 50 تا بچه، 50 تا برای پیشروی وطن، برای آبادی وطن. من 2 سال پیش کنم بودم و ایدی وعدت شدگی بود، همه سرودی وطن نام خوندگی بودم. جنابی عالی با همراهیم 10,000 مردم استادیان بودگی و همشون خسته برابری من سرودی وطن سرایدگی بودم. ممکن بعضی دیدگی باشن، اما با التماس میکنم 50 تا زیتون همین کامره چا گیرد، اینترنت به سرتیت مردم بیند که کانمودومی در پیتر برام خیلی دسترخوان زیبا رستورانی خوشتود سر و لباسه عجایب کتی توی مرکه رو گذاشته تباشان چاق است. سلامت باشید. برفتیم
کنم